آتش خورد و خمیرم ای بمیرم آخه نه از بمب اتم دل میکنه وای نمیخواد زیر تحریما بمیره ای داد بیدام ای داد بیدام ناز نفسه به سلامتی کلاغ که راحتی رو به زیبایی و صدا ترجیح داد. بابا نوئل راه افتاده به بچه ها هدیه کریسمس میده. من مجری چهارراه استراتژی عاجزانه میخوام حتی شده به اندازه شیشه عطر بیبیم اورانیوم غنی شده به این عظمای ما هدیه بده. خوبیت نداره به بچه ها بدی به عظمای ما ندیا. ببخشید یادم رفت سلام کنم و مهمون برنامه رو معرفی کنم. آخر سال مسیحی سر چهارراه استراتژی نظام شلوغ انگاری سیل اومده باشه که همه وسایل خونه از کاسه و کوزه و قابلمه و دمپایی و لحاف و تشک و اسباب بازی بچه‌ها و تخت و کمد و هر چی که فکرش میکنی ریخته باشه رو آب. واقعا روزگار بدیه. خوبه که یکی هست دلی تو دل مقام عظما بذاره وگرنه اون بدبخت اگه همین حالا از غصه دق کنه و بمیره حقشه. ولش کن. هرچی همش بزنی بوش بدتر بلند میشه. در خدمت لنگر استراتژیکی نظام کوه مرام و معرفت تکتاز جاده های پرپیچ و خم استراتژیکی و اونی که 150 کیلو دوزر بدون دوپینگ میزنه هر کی هم میخواد بیاد آزمایش بکنه و همونی که اگه بتونه پاسخ همه مشکلات نظامو میده آقای دکتر بزن بهادر. شرمنده اخلاقتم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن که مرام و معرفت رو از کولر یاد بگیر که خودشو گرم میکنه تا بقیه رو خنک کنه. آقای دکتر میخوایم امروز شما رو با مشکلات نظام و مقام عظما شاخ به شاخ کنیم. مردشور این فتح بابتو ببرن. مگه با گاو طرفی که میگی شاخ به شاخ؟ آدم یه دوست مثل تو داشته باشه دیگه دشمن لازم نداره. هر دفعه یه خنجر صاف میزنی از پشت به ما. میخوام تابلو دست بگیرم بنویسم ظرفیت پشت تکمیل است لطفاً از جلو خنجر بزن. به سلامتی استراتژیستی که عین بشکه جلو و پشت نداره عین ملاقه همه رو سیر میکنه و خودش گشنه میمونه. آیه دکتر یه سوال مشترک برامون اومده از صادق زیبا کلام و شیرزاد و یه چند تا از این خرت و پرتای دیگه. از تو بعیده که ثقل استراتژیکی عین منو خرج این مشنگا بکنی. آی دکتر بالاخره تحلیلگرای نظام همینان دیگه. آی دکتر به عنوان لنگ کفش کهنه تو بیابون قبولشون کنین دیگه. قربون برم واسه ما دیگه دنبال رو جای گوش قالب نکن. من اینا راه نمیدادم پشت در کلاس استراتژی وایسن حالا بهشون میگه تحلیلگر. کی مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن یارو از قصابه پرسید آقا شما مطمئنین که این گوشت گاوه؟ قصابه گفت آره به جون شما تازه هم هست تا همین نیم ساعت پیش داشت اینجا واق واق میکرد. حالا حکایت این مگس وزناست. اتفاقا موضوع مهم و دردناک همینه. همین مگس وزنا هرچی از دهنشون در اومد ریختن سر تا پای مقام عظما و دفاع مقدس و امام و هسته‌ای و همه اینا رو سکه یه پول کردن. یعنی عظما اینقدر پشم و پیلش ریخته که پشه رو امامش چاچا میرقصن. آی دکتر قربون برم اینا که خودشون داخل آدم نیستن. ببین کی پشتشونه. همون حرف این مشنگای خورده ریز و حاج آقا رفسنجانی طور دیگه زده ولی حرف همون حرفها. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن به مشنگه گفتن صدای خروس در بیار. گفت قد قد قدا. گفتن این که صدای مرغه. گفت آها اشتباه کردم صداشو کلوف کرد گفت قد قد قدا. روشن شد یا همچین بزنم که قد قد کنی اونم با صدای نازک. یعنی شما میگین اینها آرایش تهاجمی گرفتن علیه مقام عظما؟ تو با این تیزهوشی استراتژیکیت منو کشتی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن مشنگه تو نونوایی جمعیت رو که دید گفت این صفه. بهش گفتن نه دیوار دفاعی بستیم شاتر میخواد کاشته بزنه. آیا دکتر هر دکون بقالی بالاخره میتونه دخل و خرجش رو اعلام کنه بگه امروز این جنس ها رو دادیم اینقدر پول گرفتیم
ولی هیئت مذاکره کننده نظام هی تفره میره. میگیم اورانیوم غنیسازی شده رو چرا با دست خودمون خاکستر کردیم و به باد دادیم؟ میگن رفع تحریما. میگیم کدوم تحریم رفع شده؟ میگن صبر کن مذاکره در جریانه. میگیم نتیجه مذاکره چی شد؟ میگن قرار شده چند ماه دیگه مذاکره کنیم که تصمیم بگیریم که مذاکره بعدی کجا باشه و کی باشه. خلاصه آدم سالم رو به سرگیجه میندازن، چه برسه به امت همیشه در صحنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن رضا بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن بچه نقاشیشو به باباش نشون داد، گفت قشنگه، یه گاو کشیدم که داره علف میخوره. بابای گفت خب آفرین، ولی علفاش کو؟ بچه گفت خب گاوه خوردهشون دیگه. بابای گفت پس گاوه کو؟ بچه گفت خب علفا رو که خورد واسه چی وایسه؟ رفت دیگه. روشن شد یا همچین بزنم که بلا نسبت گاو، اون گاوی که اول برنامه به من گفتی به این گاوی که الان بهت گفتم ده. آقای دکتر چی نجوی؟ آقای دکتر یه تصویر کلی از اوضاع نظام بدین تا سوال بعدی رو مطرح کنم. آقای دکتر اوضاع کلی نظام اینطور نیست که وضعیت عظما همیشه بد باشه، بعضی روزا خیلی بدتره. خدمت خود عظما هم گفتم که 2 تا کمپوت بگیره بره ملاقات خودش، خیلی حالش بده، وخیمه. ولی سردار دهقان وزیر دفاع آقای روحانی اینجوری فکر نمیکنه. اون مشنگ که هیچ وقت اصلا فکر نمیکنه که اینجوری باشه یا اونجوری باشه. سردار دهقان اعلام کرد که 2 تا موشک بالستیک با برد بلند و آزمایش کرده. آقای روحانی هم این پیروزی رو به مقام عظما تبریک گفته. اینو چی میگی؟ لازم نیست من بگم، همه بهش گفتن نه ترسونم، ما ظرفیتمون زیاده. تا دروغ تو بگو، وسط این هیروبیری که عظما جلوی تحریما نطق هم نمیتونه بکشه، این قمپوز در کردن ها صداش خیلی بده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن رضا بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگی رفت تو جنگل، عربده کشید، نفسکش طلبید، گفت آی شیر میخوریم، ببر میخوریم، پلنگ میخوریم. داشت این حرفا رو میزد که یهو شیره پرید جلوش، گفت خب بعضی وقتا شکر زیادی میخوریم. ببین دهقان، با این شکر زیادی خوردنت آبرو منو پیش دکتر بزنبادر بردی. من از خیلی بدم میاد ولی از تو به طور ویژه بدم میاد. این همه با دکتر چرخیدی هیچی حالیت نشد بدبخت. گذشت زمان همه رو عوض میکنه، ولی اینو عوضی کرد. جوش نزن، فهم و شعور رو که نمیشه به کسی یاد داد، ذاتیه، خودتو خسته نکن. منم براش دعا میکنم خدایا اگه خاصی مشنگا رو شفا بدی این دهقان رو بذار تو اولویت. آیه دکتر، آیه رفسنجانی که گفته دنبال ریاست مجلس و ریاست جمهوری و مجلس خبرگان نیست، ضرورتی هم نمیبینه، چرا مقام عظما اینقدر دلش پرو میگه برام شاخ شده؟ اولا یکی ایشون دنبال ریاست نیست، یکی نظام دنبال بمب اتمی. دوم اینکه ایشون این چیزا رو کهنه کرده، موضع عظما رو میخواد. سوم هم این که تازه کجاشو دیدی شاخ ندیدی، یه 2-3 هفته صبر کن تا بهت بگم عاقبت کار چیه و چه شاخایی با هم دیگه میزنن. آیا دکتر صحبت شاخ به شاخ شدن شد وقتی حضرت اسرائیل حاج آقا مهدوی کنی رو از ریاست مجلس خبرگان کند و با خودش برد. سر ریاست این مجلس جنگ و دعوایی بود تو جلساتشون یه حرفایی میزدن که اگه به میش بگی میره پیشواز گرگ. البته اونجا مقام عظما شخصا خودشون وارد شدن و پیام دادن که وقتی جلسه میذارین انقدر به پک و پوز هم نزنین و دعوا نکنین. یعنی دیگه دعوا نمیکنن؟ نه دیگه جلسه نمیذارن. مثل همون مشنگه که وقتی مضرات سیگار تو مجله خوند انقدر ترسید که قسم خورد دیگه مجله نخونه. آیا دکتر، آیا این حرف حاجی رفسنجانی درسته که مقام عظما تو دور آخر مذاکرات که ضربه کمانشکن رو خوردن باید فرصت رو میقابیدن و با هر خاک برسری زهر رو مینداختن بالا و لگد به بخت خودشون نمیزدن؟ لگد زدن خاص اسب و الاغ نیست، داریم کسایی که همچین لگد زدن به بخت خودشون که اسب و الاغ به نشونه احترام کلاشون رو براش برداشتن.
آیا دکتر مزنبادر شما هر دفعه یک چیزی به این مقام عضوای بدبخت میچسبونی. الان اسم و اولاغش کردی لگد بخت من گفتم تو گفتی تو لگد بابا این داره میمیره این داره بدبخت ملکه داره داغون میگه تو این حالا که میگه کنفوز به قلب نداری